سلام دوستای گلم، اومدیم امروز با یه کار جدید. وسایل مورد نیاز برای بافت این کتونی یه زیره هست که باید تهیه کنیم، یه کفی موکتی هست که باید بچسبونیم کف کار، کفی طبی هست که میتونید تهیه کنید به شکل‌های مختلف، قلاب 1.5، درفش برای سوراخ کردن دور تا دور زیرمون لازم داریم و نخ کتان بدون مو که البته در پایان ویدئو براتون نوشته میشه که اینا رو از کجا تهیه کنید. خب حالا برای شروع کار ما نیاز داریم که دور تا دور کفیمون رو سوراخ کنیم. این سوراخ ها باید یا به شکل 1 سانت از هم فاصله داشته باشن که شما میتونید با خودکار حرارتی این علامت ها رو بذارید و بعدم خیلی راحت با سشوار پاک میشه. یا اینکه تو 1 سانت فاصله 1 سانت شما 3 تا پایه میزنید، یا میتونید 7 میل اندازه بزنید و در هر سوراخی که ایجاد میکنید 2 تا پایه بزنید. حالا من اینجا پایه هام رو 1 سانتی زدم. شما میاد متر رو ور میدارید و قشنگ این رو در کنار زیرتون قرار میدید به این شکل و این 1 سانتا رو شروع میکنید به علامت زدن با خودکار حرارتی که من قبلا این کار رو انجام دادم. سعی کنید که دقیق این 1 سانتاتون جای خودش در بیاد، کوچیک و بزرگ نشه که تعادل زیره رو به هم نریزه موقع بافت. وقتی که این کار رو انجام دادید، دور تا دور کارتون رو اندازه گیری ها رو انجام دادید، میایید به اندازه 0.5 سانت از بالای زیره این علامت ها رو سوراخ میکنید. شما به این شکل نگاه کنید، به شکل صاف، نه کج، نه بالا، نه پایین، درفش رو وارد این علامت ها میکنید. ببینید دور تا دور کار رو به این ترتیب ما سوراخ میکنیم. بعضی از کفش ها دور نشان هم دارن، ولی بازم شما اندازه ها رو بزنید چون ممکنه این فاصله ها دقیق نباشن. دور تا دور کار رو وقتی که درفش رو انجام داد و سوراخ ها کامل انجام شد، حالا به شروع به بافت میکنیم. برای شروع بافت که کفشمون رو به 3 قسمت تقسیم میکنیم. از قسمت داخلی کار، ببینید این قسمت خارجی کاره، این قسمت داخلی کاره. از قسمت داخلی کار من نخ رو وارد میکنم و شروع به زدن پایه میکنم. به این شکل ما نخ رو وارد کار میکنیم. اینجا یه پایه کوتاه میزنیم. دوباره مجدد از همین سوراخ پایه کوتاه دوم رو میزنیم و سومین پایه کوتاه، چون گفتیم که فاصله های ما 1 سانتی هستن. بدون زنجیره میایم روی سوراخ بعدی مجددا 3 تا پایه کوتاه میزنیم. 1 2 و 3.
اینجوری که داریم پای کوتاهمون رو میذاریم اون نخی که یه ذره از اول اضافه گرفتیم رو همراه با کار پیش میبریم. ببینید من اینو تو کار دستم گذاشتم روش و اینو چیکار میکنم؟ با بافتم جلو میبرم که پنهان بشه توی کارم. و مجددا 1 2 و 3. نکنید به این شکل بافت میشه. دور تا دور این کار رو با همین فاصله 1 سانتی شما در هر سوراخی 3 تا پایه بزنید تا برسیم اینجا بقیه کار رو براتون بگیم. خب رسیدیم به پایان دور اول. میایم اینجا ببینید این قسمت رو تمام سوراخ‌ها با نخ کتان بدون موم اومدیم 1 سانت با فاصله زیرمون رو سوراخ کردیم و در هر سوراخ 3 تا پایه زدیم. حالا اینجا رو دقت کنید، این قسمت رو میخوایم به هم وصل کنیم. با یه بست ما این کار رو انجام میدیم. یه زنجیره میزنیم و شروع میکنیم به بافت پای کوتاه از دونه بعدی. در هر کدوم از این دونه ها ما یه دونه پایه کوتاه میزنیم. چون میخوایم بعد از این کار بافت کشیده رو روش انجام بدیم. پس پایه کوتاهامون رو دور تا دور میزنیم تا برسیم به نقطه‌ای که ازش شروع کردیم. توی این قسمت خیلی به جا هست که ما بیایم کفی موکتیمون رو چسب بزنیم و اینجا بچسبونیم. بهترین زمانش الانه. حالا چجوری این کفی موکتی رو آماده کنیم؟ شما یه کاغذ برمی‌دارید و این رو میذارید روی زیرتون و با دست روش فشار میدید. اطراف این زیره روی کاغذ جا میافته. دورش رو قیچی میکنید و بعد اینو قرار میدید داخل زیره. باید به اندازه باشه. قشنگ این رو اندازه میکنید و بعد که اندازه شد اینو میذارید روی کفی موکتی که یه خورده حالا بزرگتر هست و قشنگ دور تا دور کار رو در میارید. بعد با چسب آهن دور این رو چسب میزنید و این رو قرار میدید داخل کار و قشنگ فشارش میدید تا بچسبه. پس این کار رو انجام بدیم با هم دیگه و این قسمت رو هم پای کوتاه بزنیم تا اینجا. اینجا آخرین دونه رو هم بافتیم. الان میایم به اولین دونمون یه بست میزنیم. ببینید به این شکلی بست میزنیم و حالا میخوایم پایه کشیده رو شروع کنیم. پایه کشیده ببینید الان ما اگه حالت عادی میخواستیم پایه بزنیم این دونه ما میشد، این دونه. ولی من میام پایین تر، یکی پایین تر از همون ولی زیر همون دونه رو قلاب فرو میبرم و یه پایه کشیده میزنم. مجددا ببینید پایه دوم به جایی که من از اینجا بزنم میام پایه‌مو از زیر کار یه ردیف پایین تر میزنم. به این میگیم پایه کشیده. دور تا دور کارمون به همین ترتیب پایه کشیده رو ادامه میدیم تا بیایم برسیم به اینجا. آخرین پایه کشیدمون رو هم به این شکل میزنیم.
ببینید کاری که میخوایم از این به بعد انجام بدیم توی این رنج به این شکلی که بست بزنیم از لب بیرونی. ببین الان این دونه ما 2 تا لب داره، یکی به سمت خودمونه یکی به سمت بیرون. از لب بیرونی ما اینا رو بست میزنیم به این شکل. دور تا دور به این شکل این رنج رو ما میتونیم بست بزنیم. حالا شما، من با نخ همرنگ این کارو کردم، شما میتونید یه نخ متضاد جدا بست کنید اینجا و این رنج رو به این شکل ادامش بدید. در واقع ما داریم الان این خطی رو که اینجا افتاده اینو میندازیم. میتونید یه رنگ دیگه استفاده کنید که حالا تزیین کفشتون باشه در واقع، ولی من اینجا از خود همون رنگ استفاده کردم. دور تا دور این کار رو به این شکل بافت میزنیم. آخرین دونه این بست رو هم به این شکل بزنیم و رسیدیم به ابتدای کار. ببینید از اینجا به بعد دیگه ما میخوایم یه دوباره این رنج پایین رو تکرار کنیم، یعنی پای کوتاه بزنیم یه ردیف، بعد روش پای کشیده بزنیم یه ردیف و بعد دوباره بست بزنیم. حالا نکتهش اینه که الان که من میخوام این پای کوتاه رو بزنم کدوم دونه ها رو باید در نظر بگیرم. ببینید از سمت داخل این 2 تا دونه مورد نظره. یه پای کوتاه میزنم. الان این بستای قبلی من آسیب ندیده. یه بار دیگه ببینید دونه رو از کجا قلبم رو وارد میکنم، 2 تا 2 لبه دانه جلو رو میگیرم و یه پایه کوتاه میزنم. مجددا این کار رو تکرار میکنم. الان اگه نگاه کنید ببینید این حالت زنجیرواری که ما این زیر داریم دیگه تغییری نمیکنه، لطمه نمیخوره بهش، یعنی 2 تا اون لبه رو لبه دانه رو داره. مجددا کار ادامه میدیم دور تا برسیم به شروع بافت. پس بعد از این دیگه کار ما تکراره، یعنی یه دور کامل پای کوتاه میزنیم، دور بعدی عین این ردیف پای کشیده میزنیم و دور بعدیش باز بست میزنیم. خب دور تا دور کار رو بافتیم و تمام شد. نکته که اینجا خواستم یادآوری کنم که حتما انجام دادید اینه که ما نباید این زنجیرها رو وقتی میخوایم پای کشیده ببافیم طوری نباشه که این زنجیرها از بین بره، یعنی وسط اینا ما نباید پایه بزنیم، پشت اینا پایه میزنیم تا این پای کشیده ها رو که میبافیم لطمه ای به شکل زنجیره ما نخوره و این هم که زنجیره آخری که زدیم. حالا میایم و شما اون بافتتون که تمام شد توی کار پنهان کنید که کار تمیزی داشته باشه. میایم برای جلوی کار. من الان برای این کاری که انجام دادم 7 تا دونه در نظر گرفتم برای جلوی کار. اینکه شما 7، 9، 11 یا 13 تا دونه بگیرید بستگی به پیشه کارتون داره. اگه شما پیشه زیرتون خیلی پهن باشه بهتره که 11 13 بگیرید و باز متناسب با پایی که دارید میبافید. زنونه مثلا برای زنونه که میبافید 7 11 13 کافیه دیگه. اینجا من الان 7 تا دونه برای جلوی کار در نظر گرفتم. میام وسط کار رو در نظر میگیریم که کجا میفته. شما میتونید این 2 تا لبه رو به این شکل به هم نزدیک کنید و وسط کارتون رو پیدا کنید. ببینید اینجا الان وسط کار من. خب 3 تا دونه از این طرف و 3 تا دونه از این برای نشان گر من انتخاب میکنم و این دونه ابتدایی رو که میخوام انتخاب کنم الان 1 2 3
اینو از داخل میگیرمش. ببینید از داخل انتخابش میکنم. چرا؟ به خاطر اینکه زنجیره کار منو خراب نکنه. این زنجیره همینجور محفوظ بمونه شکلش. خب میام اینجا یه پایه کوتاه میزنم. یه خوردم نخ و بیشتر میگیریم که بعد توی کار پنهانش کنیم. به این شکل یه زنجیره میزنم، میرم پایه دوم، از داخل قلابو میبرم و پایه دومو میگیرم. این میشه دوتا پایه و دوباره از داخل لوب داخل رو میگیریم، میشه 3 تا. چهار. پنج. 6 و 7. خب 7 تا دونه رو که بافتیم، میایم توی کناره 2 تا بست میزنیم. 1 2. کار رو برمیگردونم. حالا از داخل شروع به بافت میکنم. از دونه‌ای که توش به اصطلاح نخ رد شده نه، از دونه دوم شروع به بافت میکنیم. ببینید از دونه دوم. این رج رو تا کجا میبافم؟ تا آخرین دونه که انداختم. این الان اون زنجیره اولی بوده که من انداختم. اینو رهاش نمی کنم. اینو حتما باید ببافمش. و میام از توی کناره بغل دوباره 2 تا بست میزنم. 1 و 2. کار رو برمیگردونم و از دونه دوم شروع به بافت میکنم. که جوری که بافتیم این زنجیره هامون به هم نریزه. ما اصلا توی اینا کاری نداشتیم. ما از لوب داخلی کارمون بافت رو زدیم. خب به اینجا که رسیدیم
دوباره از این دونه‌ای که توش خودش نخ اومده کاری نداریم، از این دونه یه دونه بست میزنیم و از دونه بغلش باز یه بست دیگه میشه 2 تا بست. کار رو برمیگردونیم و از دونه دوم شروع به بافت میکنیم و این نخی هم که با خودمون همراه آوردیم اینجا دیگه، چون من تا اینجاها بافتمش میتونم قشنگ اینو کوتاهش کنم و مرتب و تمیز باشه کارم. خب این کار رو چقدر ادامه میدم؟ ما اگه زیرمون رو به 3 قسمت تقسیم کنیم تا 1/3 زیره من میتونم اینو ادامه. خب در ارتباط با بلندی این دورگیری زیرمون ما چقدر اینو ببافیم؟ سوال اینه که ما چقدر اینو باید بلند ببافیم؟ آیا باید بلندتر باشه، کوتاه‌تر باشه؟ این بستگی به پای اون مشتری داره، اون فردی داره که این قالب براش داره بافته میشه. پاشو توش قرار میده و باید هم سطح ناخن پاش باشه، یعنی اگه کوتاه‌تر باشه به پا فشار میاد، اگه خیلی بلندتر باشه رویه پا گشاد میشه. بنابراین شما امتحان کنید و بعد مشخصا معلوم میشه که این دیواره تا چقدر باید بافته بشه، ولی به طور معمول 1.5 سانت تا 1.7 میل میتونه کافی باشه، البته با توجه به مدلی که داریم کار میکنیم. خب برای این کفش من اومدم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 تا ردیف بافتم. به همین ترتیبی که وقتی به کناره ها رسیدم 2 تا بست زدم و برگشتم و دوباره این طرف هم 2 تا بست و نگاه کنید این زنجیره ها رو نبافتم، اجازه دادم این باقی بمونه، شکل حفظ بشه. شما هم از کنار وقتی که دارید کار میکنید باید مراقبت کنید که از لب داخلی دونه گرفته بشه و به زنجیره های بغل که تزیین کفش اون هست لطمه وارد نشه. این کار رو به همین ترتیب ادامه میدیم، تکرار رج هست. این 15 تا ردیف که گفتم چیز ثابتی نیست، شما میتونید حالا 1-2 ردیف کمتر یا بیشتر بگیرید بنا به سلیقه خودتون، چون اگه بلندتر گرفته بشه پای خود کشیده تر نشون داده میشه، کوتاه‌تر پا گرد و کوتاه نشون داده میشه. خب من یه بار دیگه از این بغل این دونه رو میگیرم، شما ببینید این 1 بست، اینم دومین بست و دوباره برمیگردم و از دونه دوم شروع به بافت میکنم تا 15 ردیف. 15 ردیفمون رو بافتیم. البته این ردیف وقتی کامل شد دیگه 15 تای ما هم کامل میشه. حالا این جلو رو به 3 قسمت تقسیم میکنیم دونه هامونو و این دو طرف باید دونه ها یکسان باشه. اگر احیانا یه دونه اضافه داشتید یا کم داشتید اینو بفرستید وسط برای زبانه کار، ولی کناره ها باید یکسان باشه. این 1/3 رو شما هنوز میتونید تا 2 ردیف دیگه ادامه بدید، ولی خب بسته به مدل زیره دقت کنید که اگه مدل زیره گرد مثلا گردی زیاد باشه جلوی پنجه شما میتونید رو بلندتر کنید، نمای بدی نداره، ولی اگه نوک پنجه تیز بود خیلی بلندش نکنید که تو پا هم شکل تر باشه. البته باید اون قاعده 1/3 رو هم رعایت کنید. خب من اینجا الان 3 قسمت کردم دونه هام رو. برای من اینجا این دونه ها 13 تا دونه است، اینم 13 تا دونه و این 12 تا دونه شد. این دونه ها ثابت نیستن، متناسب با زیره که دارید استفاده میکنید کوچیکی و بزرگی اون این دونه ها هم تغییر میکنه. خب میریم برای بافت. یه نکته دیگه اینجا نگاه کنید، من الان توی این کفش این دو طرفم به شکل ثابت بافته شده، یعنی دونه های 13 تا آخر تا این 1/3 که به پاشنه مربوط میشه همه 13 تا ادامه پیدا کرده. اگه شما مایل بودید که این به شکل پهن‌تری ایجاد بشه
میتونید بعد از اینکه بسته دوم رو زدیم شما از بسته دوم شروع به بافت کنید. یه دونه هر رج اضافه میشه به کار و یواش یواش حالت انحنا پیدا میکنه و اینجا بزرگ میشه. حالا بسته به سلیقه خودتون. توی این کار ما ثابت نگه میداریم، بستامون رو زدیم، ادامه کار رو انجام میدیم که هم چجوری جابندی رو ایجاد میکنیم توی این کار بهتون نشون میدیم. رسیدم به مارکر، بیرونش میارم، این دونه رو میزنم. خب اینجا دقت کنید یه زنجیره میزنم و کار رو برمیگردونم. از اون پایه که زنجیره توشه نه، از دونه دوم شروع به بافت میکنم از اینجا. خب اینجا دوتا بست میزنم، ببینید بدونه که به این بافتای زنجیره آسیبی بزنیم. از داخل این دوتا لب کناری رو میگیریم با هم، یه بست و مجددا بست دوم. دقت کنید برای که ما افزایش نداشته باشیم دونه دوم رو میگیرم، یه پای کوتاه میزنم ناقص، دونه سوم رو هم میگیرم و این سه تا رو با هم یکی میکنم و ادامه کار. رسیدم به همون زنجیره، اونو میبافمش، ببینید رهاش نمی کنم به خاطر که میخوام کناره کارم صاف در بیاد. اون زنجیره رو میبافم، مجددا زنجیره میزنم و کار رو برمیگردونم. دونه دوم رو میبافم، دو تا زنجیره میزنم، یک دو، یه دونه رو رها میکنم و دونه بعدی رو میزنم. اینجوری جابندیم رو ایجاد میکنم. ببینید دو تا زنجیره و یه پایه و ادامه کار. مجددا رسیدم به کناره کارم، دو تا بستم رو میزنم، یکی، اینم دوتا، کارو برمیگردونم. دونه اول یه پای ناقص، دونه سوم رو یه پای کوتاه و با هم یکیش میکنم که من اینجا بس دوتا بست رو میذارم دونه ای برام اضافه نشه.
رسیدم به اون زنجیره ها، یه دونه پایه هم توی این دوتا زنجیره میزنم و دوتا پایه کوتاه و زنجیره برمیگردم. خب این جا دکمه مجددا ما یا جا بندیمون که انداختیم اینجا الان، شما اگه بخواید که این جا بندی ها خیلی زود تون ایجاد بشه میتونید تو همین رج برگشت دوباره جا بندی بعدی رو بندازید، ولی من با فاصله این کار رو کردم و تکرارش هم دوباره همینه، یعنی پایه اول زنجیره که زدیم برگشتیم پایه اول رو میبافیم، یه پایه رد میکنیم با 2 تا زنجیره و پایه بعدی. بین جا دکمه های من هر کدوم 2 تا ردیف کامله، ولی اگه شما میخواید فاصله اینا کمتر باشه، بعد از اینکه این ردیف رو بافتیم به اتمام رسیدیم زنجیره میزنیم برمیگردیم پایه اول رو میبافیم 2 تا زنجیره، پایه بعدی رها و بعد از زنجیره توی این پایه کار رو لحاظ میکنیم. این کار ادامه پیدا میکنه همین شکل تا اینجا. این نخم توی کار پنهان میکنیم. خب حالا سمت بعدی رو که میخوایم ببافیم، از ادامه بافت یعنی حالت بافتمون به همین شکل تو همین ردیف میبافیمش. مارکر رو بیرون میارم و نخو متصل میکنم. با یه زنجیره کارمو شروع میکنم. رسیدم داخل دونه آخر، میبافمش و توی دیواره ها ببینید 2 تا بستم و میزنم. یکی اینم 2 تا. برمیگردونم کار رو. برای این قسمت چون من 13 تا دونم با احتساب این دونه کنار هست، توی این رج استثناً من از دونه دوم میبافم که 13 تا دونم کامل بشه.
رسیدم به زنجیری که قبلا زدم، حتما اینو میبافمش. یه زنجیره میزنم و کارو برمیگردونم. از دونه دوم شروع به بافت میکنم. دوتای کناره های زیره رو دوتا بست میزنم و عین اون طرف دیگه میام از بست سوم شروع به باف میکنم، ولی بست دومو یک پای کوتاه ناقص میزنم، ببینید، و میزنم دوباره تو دونه سوم یه پایه و این ستا رو با هم یکی میکنم که دونه های من افزایش پیدا نکنه و به شکل ثابت همون 13 تا دونه تا آخر ادامه پیدا کنه. حالا میخوام جابندیمو درست کنم. ببینید برای این دست ما از این سمت که اومدیم یه دونه زنجیره این بغل داریم، یه دونه بغلش کنارش این میشه دوتا، یه دونه رها میکنیم برای دوتا زنجیرهایی که میخوایم بزنیم و جابندی رو ایجاد کنیم. پس این دونه رو هم یه پای کوتاه میزنم، دوتا زنجیره میزنم، یه دونه رها، این دونه یکی به آخر یه پای کوتاه، این زنجیره قبلیمونی که همیشه باید بزنیم تا صاف بیاد کنار کارمون بالا، یه زنجیره میزنم و کار رو برمیگردونم. از دونه دوم شروع به بافت میکنم. زنجیرمو زدم، تو دونه بعدی یه پای کوتاه، توی دوتا زنجیره ها یه پای کوتاه و توی دوباره دونه بغلیش یه پای کوتاه و ادامه کار. این کار رو ادامه میدیم به همین ترتیبی که برای این ور ایجاد شده بود. ببینید بین از این ور نشون بدم شاید دونه ها فاصله ها بهتر نشون داده بشه. این جابندی تا این جابندی من 2 تا ردیف کامل براش جا گذاشتم. به همین ترتیب شما این کار رو ادامه بدید تا روبروی این قسمت تعدادی که اینجا بافتید، ردیف که اینجا بافتید، برای اینم تکرار کنید. خب حالا برای زبونه کار ببینید زبونه کار باید اضافه بشه و پوشش بده این دو طرف رو. از همینجا ما نخ وارد میکنیم، یه زنجیره میزنم، یه پایه دیگه تو همین دونه‌ای که میبینید میزنم و ادامه میدم کار رو با پای کوتاه. نخم با خودم همراه میکنم و بین کار پنهانش میکنم. اینجا اضافه رو میچینم دیگه.
ببینید بعدیش رو هم به همینجا توی این دونه پای آخر رو میزنم، 2 تا، یه زنجیره و کار رو برمیگردونم. مجددا تو همین پایه‌ای که زنجیر خورده من یه دونه پایه کوتاه میزنم و کار رو تا آخر پیش میبرم. بقیه دونه ها هر کدوم یه دونه پایه کوتاه. رسیدیم به پایان کار. مجددا آخرین دونه رو هم میبافم. ببینید تا دونه آخر رو یکی یه پایه میزنم، این همون زنجیره هست، رهاش نمی کنم. اینم یه پایه کوتاه. مجددا یه زنجیره برمیگردم و توی همین زنجیره یه پایه کوتاه دیگه میزنم تو همین پایه‌ای که زنجیره خورده. بقیه رو مرتب هر کدوم رو به ترتیب میزنم تا دونه آخر و یه زنجیره میزنم و کار رو برمیگردونم و همینطور ادامه میدم تا برسم به این اندازه. البته شما باید ابتدا این ور رو کامل کنید، بعد زبونه کار رو انجام بدید. 2 طرف کار رو بافتیم. حالا میایم پشت کار رو بافت بزنیم. برید برای پشت کار، به خاطر اینکه این پشت پا بخوابه میتونید تا شما 3 تا دونه یکی رج در میون اینو اضافه کنید. من الان شروع میکنم وصلمو. ببینید پشت این گره از دیواره کار، بعد این گره دونه رو میزنم، با یه زنجیره کار رو شروع میکنم و از اون دونه های داخلی میبافم که زنجیره ها شکلش به هم نریزه. زنجیره تزیینیم شکلش به هم نریزه. بافت رو ادامه میدم تا وسط کار، پشت پاشنه. همزمان نخ رو هم با خودم میبرم.
خب رسیدیم به این قسمت پاشنه، دونه وسطش. یه دونه اینجا کم میکنیم. میتونید این دونه و بغلیش رو با هم بگیرید، میتونید اینو نبافید، دونه بعدی رو ببافید به این شکل. اینا دوتا یکی میکنیم اینجا. در واقع پشت پا با کسر کردن یه دونه باعث این میشه که کار بخوابه رو پشت پا و ادامه میدیم تا برسیم اون طرف کار. آخرین دونمون رو میبافیم و میایم توی دیواره. ببینید یه گره ما اینجا داریم. دونه پشت گرهمون رو یه بست، اینم دوتا بست میزنیم و کار رو برمیگردونیم. خب من برای اینکه یه مقدار میخوام پشت پاشتم جذب تر باشه، از دونه دوم شروع نمی کنم به باف، از دونه سوم می بافم، ولی شما میتونید از دونه دوم کارتون رو انجام بدید. اینا دیگه راهکارهایی هست که شما یاد میگیرید کجا ازش استفاده کنید. چون پای مدل من باریک و کشیده هست، پشت پاش رو میخوام خودت جذب تر ببافم. در نتیجه از دونه سوم شروع میکنم. این بافت رو ادامه میدم بدون اینکه این وسط من کم نمی کنم. تو برگشت میام و اینجا که رسیدم دوتا بست به دیواره میزنم، از دونه سوم شروع میکنم و کار رو برمیگردونم. وقتی به این وسط رسیدم یه دوتا یکی این وسط انجام میدم و برمیگردم تا 3 ردیف این کار رو انجام میدم. ببینید تا 3 ردیف من این بافت رو انجام میدم
اینجا بهتر متوجه میشید. 1 2 3 ردیف انجام میدم، بعد بقیهش رو از اینجا شروع میکنم. خب 2 طرف کار رو بافتیم. حالا میخوایم پشت کارمون رو ببافیم. برای پشت کار وسط کار رو در نظر گرفتم. 8 تا از این بر 8 تا از این بر جدا کردیم. حالا شروع میکنم به بافت پشت کار. با یه زنجیره کار رو شروع میکنم. کمی نخم رو اضافه میذارم و باهاش میبرم. تو کار پنهان میشه. آخرین دونه رو که علامت زده بودم میبافم، یه بست میزنم و کار رو برمیگردونم. از دونه دوم شروع به بافت میکنم. این دونه آخر همون زنجیره است که وصل شده از اول بافتم. این رو هم پایه رو میزنم، یه پایه کوتاه. الان 3 تا پایه کوتاه میزنم. 1 2 3 یه دونه بست میزنم و کار رو برمیگردونم. از دونه دوم شروع به بافت میکنم. دونه آخرم میبافم. سه تا پایه بعدی رو پایه کوتاه میزنم.
یه بست میزنم و کار رو برمیگردونم. این کار رو ادامه میدم به همین ترتیب تا برسم به لبه این قسمت. خب رسیدم این قسمت رو، میخواستم بهتون نشون بدم چجوری میبافیم و به دیوار وصل میشیم. ببینید 1 2 3 بستمون رو اینجا میریم تو دیوار انجام. ببینید به این شکل کار رو برمیگردونیم و شروع به بافت میکنیم. گفتم چون من میخواستم این قسمت کارم یه خود جمع تر باشه، از دونه سوم میبافم. این کار رو ادامه میدیم، میبافیم، میایم این قسمت و دوباره وارد دیواره میشیم. 2 تا دونه از دیواره بست میزنیم و کار رو برمیگردونیم. یه رفت و برگشت دیگه که انجام بدیم جوری که 4 تا دونه از این قسمت برای ما باقی بمونه، کار ما به پایان میرسه. و میزان پشت پا هم 6.5 تا 7 سانتی متر، برای آقایون تا 7.5 هم میتونه بلندی پشت پا داشته باشه. کناره ها رو هم بافت زدیم. پشت پامون هم به اندازه کافی بافته شد. حالا میایم دور تا دور کارمون هم یه بافتی میزنیم به این شکل که از اینجا نخ رو عبور میدم، یه زنجیره میزنم و شروع به بافت پای کوتاه میکنم. اینجا ببینید در واقع ما اینجا 2 رنج داریم، تو هر ردیفی ما 2 تا رنج داریم. به این شکل پای کوتاه رو میزنیم. چون کناره هست یه خورده شاید سخت باشه ولی اشکالی نداره. نخم دارم همراه با خودم میبافم با کارم. ببینید میارمش جلو یه قدری که بافته شد، بعد اینو میچینم. خب دیگه زبونه کار میمونه که براتون توضیح دادم بافتش به چه شکلی هست. بعد از اینکه این دورگیری انجام شد یا که تو همون مرحله شما میتونید بافت زبونه رو انجام بدید. این بافت رو به همین ترتیب پای کوتاه بزنید تا به این قسمت که رسیدید در نوک این زاویه 2 تا پای کوتاه بزنید. تو همین یه دونه 2 تا پای کوتاه و به ترتیب این پای کوتاه زده میشه تا اینجا و این سمت هم در این نوکش 2 تا پای کوتاه میبافیم تا اینجا و کار رو تمام میکنیم و نخ رو پنهان میکنیم. دوستان عزیزم، اگه از این آموزش لذت بردید این ویدیو رو لایک کنید و کانال رو ساب کنید. توضیحات خرید وسایل مورد نیاز زیر همین ویدیو قرار گرفته. لطفاً هر سوالی در مورد آموزش داشتید زیر همین ویدیو برامون کامنت بذارید و برای دیدن نمونه کارهای بیشترم به پیج کفش دوزک که لینکش زیر همین ویدیو هست سر بزنید. شاد و موفق باشید.